لیست 10 تا از کارتونای نوستالژی قسمت اول. اگه سنتون بالای 25 سال هست حتما این کارتونا رو دیدید. دالتونا، این 4 تا برادر خنگ خیلی خوب بودن. سطل سحرآمیز من عاشقش بودم، اصلا خیلی خوب بود. اون سطل سوراخ هر آرزویی میکرد از توی سطل مینداخت بیرون. لاک پشتای نینجا که دیگه الان هم هست قسمت‌های جدید، اما اولیش یه چیز دیگه بود. یکی وایکینگ یه چیزی بود تو مایه‌های اکیوسان، اما اینا وایکینگ بودن همه دیگه. مغز متفکره کل وایکینگ‌ها این پسر کوچیک بود. کارگاه گجتو که نگم براتون، من عاشق ماشینش بودم. فوتبالیستا عشق تمام پسرا. گربه سگ من خیلی خوشم نمیومد ازشون، خرسم در میومد. پتومت 2 تا رفیق خنگ دیگه. سفرهای علمی هر جمعه اگه یادتون باشه برنامه فیتیله پخشش میکرد. ملوان زبل و اسفناجش با اون خالکوبی رو دستش.